اگر بیارن گنج بارون ای لیلا جان ای لیلا جان ناز نگاتم مار درمون ای لیلا جان ای لیلا جان دو پنج روزه که ندیدم روی ماته برگرد نگاه کن رو تپردون ای لیلا جان ای لیلا جان برم برد مگردم خانه 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 برم برد مگردم خانه 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 برم انگور میارم دانه 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 برم انگور میارم دانه 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 برد گنج طلا پیدا منم از رو نشانه برد گنج طلا پیدا منم از رو نشانه بده یک لحظه خندیدن تا مجنون مدانه بده یک لحظه خندیدن تا مجنون مدانه اگر بیارن گنج بارون ای لیلا جان ای لیلا جان ناز نگاهم مار درمون ای لیلا جان ای لیلا جان دو پنج روزه که ندیدم روی ماته برگرد نگاه کن رو تپردون ای لیلا جان ای لیلا جان چیکاره محمود؟ ها؟ چیه؟ نه محمود تو کبرا گفتی اینجا نمیدونم مخروبه یا متروکه که خیلی خوب دیگه محمود نگاه کن من نمیتونم برو بی خیال اهدافم برو من نمیتونم بی خیال لیلا و ویلا و شلو پس و اینا برو خیلی خوب دیگه تو این همزنا قور 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 بته مکتب رو چه خاک باید برسرم بریزم خبر تو بریم به کجا بریم دیگه ببینم چه خبره الان مساقیم یا تو ما روز 3 بار دست من را بده امرم یا تو خب پس بشید برم ببینم باید چی کار کنم دیگه خب برو اینم کاش تومون مبرد مو بیا برو خب اگه ما نبودم کو مامورا دو کو چی؟ دو کوچه ما گرفتنه تو برو شروع چقدر عوض رفته اینجا سلام خیلی خوش اومدی. سلام مرسی من رویا عالمی هستم رسپشن اقامتگاه سرای خان. شما رویای دو عالمی از کدوم شهر تشریف آوردی بابا؟ اینا دوستم دیوید توریست خارجیه های ویلکام. پس لطفا چند لحظه تشریف داشته باشید من الان برمیگردم. راحت باشه بای نامد بره چی گفتی ما توریستو ما دورتر اینجا که دوم عمرم رفتم سید مرتضی بوده بعد من قیافه مخرم توریست بشو با تو یا موه فکر کنم رویام پیدا کرد ای خاکم ننگت اگر وسیله داشته ازشون تحویل بدید. برو شما کنسل آقا ما که توریستم خودت هر کار میتونی بکنی. خب ایشون آقای ناصری هستن نگهبان اقامتگاه. اگر وسیله‌ای داشتید لطفا بهشون تحویل بدید. سلام چشم David, your coach. Oh,
بیوتیفول. کار داشتین در خدمتیم. کار دیشتیم برای یا خانم مگم. سلام. ترسوندین من آقا محمود. میگم امروز چه روز خوبیه نه؟ روز که آره روز خیلی خوبیه ولی خب من خیلی سر دادم آقا محمود. سر دردی؟ آره خیلی. چه اتفاق جالبی؟ الان چیش جالب آقا محمود؟ مگه نمیدونستین؟ چیو؟ من دکترم. شما دکتری؟ بله. این چی بود افتاد زیر پاتون؟ کدوم؟ این. اون؟ آره. چیز خاصی نیست، دارو گیاهیه. آره داشتم میگفتم شما هر دردی که داشته باشین دواش پیش منه. مثلا دل درد، وان دقیقه، کمر درد، دندون درد، سر درد، خوبه. مستر درد، زهر مار مستر. چه لباسی تو پوشیدی؟ ببخشید دیگه ما پوشش ایشون رو بر اساس فرهنگ خودمون بومی سازی کردیم. من یه دقیقه برم ببینم این دوست احمقم چی میگه. چی میگی توی مستر رو انداختی؟ مگه نمیدونم صحبت میگره که پیله. بابا ما میگم بیا با من در نگاه کن به چی نوشته یه ما که هرچه نگاهمونو میچه نمیفهمم. اولا که تو اگه چیزی بفهمی عجیبه. بعدم داوود گمگیر درش بیارم. چی درش بیاری؟ گنج دیگه. گنج دیگه تو لیلا رو اوکی کنی ما رو یا خانم رو اوکی کنم 4 تا 3 بار ماشین رو برم شمال. چی گفتی؟ چه کار مره دیگه. لیلا عشق ما لیلا. از حفره به ما تو نظر کن. یک نشونه ایه. این یک نشونه ایه. ما باید دنبال نشونی بگردیم. ما باید بلد نشانی بگردیم. چند تا خرید کم داره ازت خوشم میاد. محمود مرگ درد بنالگم محمود کجا بریم؟ بریم کلون بیارم بکنیم. کلون بری چی بیارم تو روز روشن؟ بیارم بکنیم دیگه. به ما شک منن دیوانه. ما الان باید بریم دنبال نشونی بگردیم. خدایا بعد 300 سال داری گنج میدی به کی؟ نه راست میگی باید بریم دنبال. نه ولی خب بعد کار دیگه بکنیم. چیکار کنیم؟ باید بریم دنبال نشونه بگردیم. مگه ما چی گفتم؟ تو یک چیز دیگه گفتی. نگاه کن بیا کار دیگه کنیم. چیکار کنیم؟ بریم برای نشانی بگردیم. بعد بود قبلش کنه یک کار دیگه کنیم. نگاه کن کلا بریم برای نشانی بگردیم. چطوره؟ چی گری همی؟ اصلا اینا رو کلا از ذهنت پاک کن. اینا از ذهنت پاک کن. نگاه چیز کنیم. برای نشانی بگردیم. بلش کن دیگه. خدایا چه بعضی کسی بیا با ما شروع کردی. حفرت اینجا از کجا ما پیدا کنیم؟ بابا تو برای بگرد. حفره میاد اینجا. از دستی خواهم. بابا تو چیز پیدا نکردی؟ نه برای ما چیز نمیگو.
ایش کاملا وای بدبخت رفتم. وای 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 وای. محمود تو چی فروختی لامصب؟ اینا چیکار بدن به اینجا؟ خیلی خوب تام نگه اصلا از کش منو برات گشت نباشن. الان میگه چیکار کنیم؟ ول کن حرفا بیا به دره. برو برم برو. حواست باشه جلو خواهرت سوتی نمیدی. باز شما دوتا تنلش برای منو کش رفتیم نه؟ بله یک اسم ما بیشتر چه غلطی دارید میکنین الان؟ کم یه باشتر بره 100,000. بله 100,000 تومن. 100,000 تومن. خب آبجی گلو ما دیگه مراقبه دیم نمیره خواهی حیوانی هم خرج داره دیگه. بابا من نخوام مراقب من باشیم باید کیا ببینم؟ چی گفت الان؟ یعنی ببین این همه مرد غریب موتور رو ول کنم خب مگه ما بیغیرتون نمیدی بخاطر 100,000 تومن تو نشه بزرگتر الهی قربونت برم باشم برو گریه نکن من چیزی نگفتم که چی پس وقت برم باجه برم نمیتونم بره 100,000 علکی بود بابا علکی بود. این همه این علکی بود؟ داداش بزرگترتون. خب این به چی زدی؟ یادت نره داداش بزرگترتون. الان اون وقت بریم یک چیز پیدا کردم اندازه 100,000 تومن دهن خواهرتو بسم الله وقت بریم اندازه 10 تا 100,000 تومن بزرگی بود. یادم نمیره ولی برای بزرگتری میگه احترامتون بودیم. چقدر تو بیشعوری رضا. وای خدایا خر مطلقی تو. هیچی اینجا پیدا نبره. از بس یه چیز از اینجا بلند کردیم هیچ دیگه نیه که پیدا قول نکو باید پیدا منم. خب پیدا کن دیگه هی میگی پیدا نگاه داری هی مرمزی هی ما هیچی نمگم. حالا جواب خواهرد ما چی بودم؟ سلام خدمت برادران خدوم انتظامی. اینجا چه کاملانو اینجا خیلی فار کردن. تو میگی با خدا مخواستم برم بخواستگاری. کی با تو کار داره؟ اما کار نداریم. محمود با تو کار دارم برو. با خودم با یک محله فقط پوشش بدم همه مشتری همون راضی مثلا بپرسیم. خب از صحبتن اینقدر جنس به ما بده دیگه. شوخی با مزه بود برادرها فانه نا. کی شوخی بودم؟ مگه میشه شما علی کارا باشین؟ راست میگم من میشه شما علی کارا باشین. باش مردم از خماری استخونم یه به دردم ده. یعنی شما معمول نیه؟ معمول؟ نه یعنی او بیسیم نیه؟ کجا بیسیم نیه تو؟ کجا بیسیم نیه؟ ایک بیسیم نیه این گوشی برام یاره از تو برو علاف کردی مرتی که گلابی. تو گلابی تو رضا کنار رضا تو چی میگه تو برای چی دارین اینجوری میکنین الان ها؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ با شما؟ چی میگه هی تو؟ وای خدا مرگم به تو بچه من پای اینو گرفتی ها؟ تو بچه پای اینو گرفتی اینجا چی کار میکنی ها؟ الان تو اینجا چی کار میکنی؟ بابا رفیقم رفیقم مگه برم؟ اصلا نمیدونم با چی بگم. عذر میخوام واقعا شرمنده‌ام به خدا. این داداشای الدنگ من هر جا میرن آبروی منو میبرن. معذرت میخوام واقعا. ببخشید تو رو خدا. حالا میخواین برای جبرانش امروز مهمون من باشین آره؟ حالا انشالله برامون جبران میکنیم.
Me too. اگر بیارن گنج بارون ای لیلا جان ای لیلا جان ناز نگاتم مار درمون ای لیلا جان ای لیلا جان دو پنج روزک ندیدم روی ماته برگرد نگاه کن رو قربون ای لیلا جان ای لیلا جان برام برد مگردم خانه 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 برام انگور میارم دانه 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 برد گنج طلا پیدا ملم از رو نشانه بده یک لحظه خندیدن تا مجنون ندانه اگر بیارن گنج قارون ای لیلا جان ای لیلا جان ناز نگاه تمار درمون ای لیلا جان ای لیلا جان دو پنج روزک ندیدم روی ماته اگر نگاه کن رو قربون ای لیلا جان ای لیلا جان